پدر فرشته باشد، پدر پیغمبری خواند. گفتند محبت را از کی آموختی؟ گفتم از مادرم، چون که یگانه شخصی که با تمامی وجودش مرا دوست می داشت این مادرم بود. گفتند مردانگی را از کی آموختی؟ گفتم از پدرم. دیدم که زندگی اراده پدرم را شکستن نتوانست. بیمار باشد هم، عذاب کشد هم، برای خوشبختی آیله اش کار میکرد تا ما از هیچ کس کم نباشیم. دو بزرگواری که دل ما را به زندگی گرم میکند و خانه را نور میبخشد، یکی پدرم، دیگری مادرم. اگر تمام دنیا را برایم دهند هم، خودشان یک طرف محبتشان را، یک تاری موی سفیدشان را عوض نخواهم کرد. شکری بودنتان پدر جان.